سلام، خوش اومدین به این ویدیو. من ایمانم و میخوام مارکت کارهای دیجیتال رو بهتون معرفی کنم و بخش‌های اونها رو نام ببرم. بخش اول نقاشی دیجیتاله، بخش دوم طراحی گرافیکیه، بخش سوم انیمیشنه، بخش چهارم مدل سازی سه‌بعدیه. خب حالا ببینیم نقاشی دیجیتال دقیقاً چیه. این سبک شامل خلق آثار هنری با استفاده از ابزارهای دیجیتال مثل قلم نوری و نرم افزارهای گرافیکیه. نقاشی دیجیتال امکان ایجاد جزئیات بیشتر و سریعتر رو برای ما فراهم میکنه. بخش بعدی طراحی گرافیکیه. این سبک برای ایجاد تصاویر، پوسترها، لوگوها و محتوای بصری خلاقانه تمرکز دارد. طراحی گرافیکی معمولا در تبلیغات، برندسازی و ارتباط بصری استفاده می شود. انیمیشن. این سبک شامل خلق تصاویر متحرک و داستان‌سرایی از طریق حرکت تصاویر است. انیمیشن در فیلم‌ها، بازی‌ها و تبلیغات کاربرد فراوانی دارد. مدل سازی سه‌بعدی. این سبک شامل ساخت مدل‌های سه‌بعدی برای استفاده در بازی‌های ویدیویی، فیلم‌ها و شبیه‌سازی است. مدل سازی سه‌بعدی امکان ایجاد اشیا و شخصیت‌های واقع‌گرایانه را فراهم می‌کند. اسم هنرمندای هر بخش، فقط من چون که امکان داره اسمشون رو اشتباه تلفظ بکنم اسمشون رو میذارم. اگر دوست داشتین سرچ کنین، کارشون رو حتما ببینین اگر تو اون هیته دارین کار میکنین که هم با کارهای اون افراد بیشتر آشنا بشین، همینجور تجربه کاری حساب میشه. نقاشی دیجیتال. کریگ مولینز از پیشگامان نقاشی دیجیتال. نفر دوم لوئیس روویو، هنرمند معروف در نقاشی‌های دیجیتال. بخش دوم طراحی گرافیکی. پاولا شر، طراح گرافیکی معروف از پنتاگرام. نفر دوم دیوید کارسون، به خاطر سبک‌های خلاقانه و متفاوتش مشهوره. بخش سوم انیمیشن. هایاو میازاکی، بنیانگذار استودیوی جیبلی و از بزرگترین انیماتورهای جهانه. نفر دوم گلن کین، انیماتور افسانه‌ای دیزنیه. میرسیم به بخش چهارم مدل سازی سه‌بعدی. نفر اول الکس آلوارز، بنیانگذار و متخصص مدل ساز سه‌بعدی. نفر دوم نیل بلویو، هنرمند دیجیتال در پیکسار و متخصص مدل ساز سه‌بعدیشون. مرسی که تا اینجای ویدیو با من همراه بودین. لایک و سابسکرایب فراموش نشه.